باز پنجره باز شد و نگاه در نگاه به تماس دیگه رسیدیم. خیلی وقتا میشنویم که پول حرف اولو میزنه، اما باز میشنویم که گاهی هنر این معادله رو به هم میزنه. حالا تئاتر به عنوان هنری اندیشمند تونسته این معادله رو به هم بزنه؟ نتونسته؟ تونسته؟ نتونسته. بریم بس. تونسته؟ بریم. نه چه میدونم. بریم و بشنویم. اسم اقتصاد که میاد، اسم پول که میاد برای اینکه تولید کنن، اصلا خیلی بیخیال میشن. باز هنوز این نقدو دارم چون فکر میکنم درستی فرصت شما دادین، ولی باز من به نظرم خطکشی وجود نداشته، حتی اگه خواستین کمیت رو ببریم بالا. چون آقا میدونی یه مسئله هست، شما این نیروهایی که دارن میان، خب اینا نمیدونم خطرشو داشتین حس کردین یا نه. من میام میبینم حسین ایرانمندش داره میاد اما حمایت میکنه، میرم یه اجرای عموم، بعد متوهم بار میام. خب این اصلا من معذرت بله. صحبت شما مجبور شدم قطع کنم. ببینن اول که به قول شاعر به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل. یک کاری باید بکنیم. دوم، من که نمیتونم کارگردان تربیت کنم. من دارن کارگردانایی که از پروپوزالشون میدن، برنامه‌ای به من میدن، یه بر کاغذ مینویسن، میگن ایده ما اینه. ما اون ایده رو حتما هم مشاورینی داریم، صحبت میکنیم. خیلی از دوستان ما پیشنهاد میدیم بهشون، نمیخواد اسمشون باشه، میگن آقا من اگه بیام کار فلانی رو بگم نه، این طرف فکر میکنه من باهاش زاویه دارم، فکر میکنه مشکل. یعنی ما یه چالشایی داریم که نمیخوایم هم دربارش رو صحبت کنیم. ما کار خب ببین به نوعی شاید اصلا صلاح نباشه مثل شما بیشتر بشن. نه قطع اتفاق میفته. ببینه ما اول که باید کمی صبور باشیم. یعنی من این که میگم پله پله مرحله به مرحله است. امروز مخاطب ما تو مرحله قرار گرفته که میخواد کار انتخاب کنه. من دارم آواز خورداشون میبینم دیگه، به من پیام میدن، دایرکت میدن، زنگ میزنن، میگن آقا تعداد کارا زیاد، من این کار رفتم دیدم اصلا خوب نبود، چرا شما این کار؟ اینام هست، خوبه، باید یه کاری بشود که این حرفا شروع بشه. بگن اگر قرار باشه سالی یه کار باشه که اصلا هیچ حرفی هم کسی نمیزنه. به منم خیلی از دوستان تئاتر، همین دوستانی که شما میگید مسئول، گاهن میگن به من، میگن آقا حتی حالا مثلا جملاتی که من اصلا قبولشون هم ندارم، میگن آقا مثلا نکنید از این کار حمایت نکنید، این آدمش اینجوریه اون آدمش اینجوریه. من دیدم این نیست، دیدگاه من این نیست، تفکر خودم دارم، فکرم میکنم این درسته تو این نقطه، شایدش. بله شما الان میگه آقا 17 کار کردن 12 تاش ضعیف بوده، من میپذیرم از شما. میگم کارا قویمون تو استان چند تا بود؟ نه طبیعیه. چقدر بود؟ خب توی مرحله‌ای ببینن، توی مرحله‌ای باید برسیم. ولی ما تو همین کارایی هم داشتیم که توی جشنواره‌ها مختلفی، ما چون کارامون ضبط میکنیم برای جشنواره‌ها میفرستیم، یه سری کارا الان دیده نمیشه، ولی یه وقت میبینیم مثلا یه جشنواره تو برزیل دعوت میکنه کاظم بیا، اینا اثرات همین اتفاقه. شاید همون کار کاظم انجام میدن، بابت کار کاظم فوش خوردم، بابت کار قلی پور فوش خوردم، بابت کار سال سعید فوش خوردم، یعنی همین یک کدوم از کارا نبوده. همین کار آژدهاک و آقای امیری به من میان میگه، نقل قول ایشونه، میگه آقا اگه یه انتخاب درست حال کرده باشه همین کار بوده، فرصت دادی به یه استعدادی. ما برای انتخاب هر کدوم از آثار خطکش متفاوتی داریم، دیدگاه متفاوتی داریم. ما یه چیزی میبینیم میگیم آقا شاید هم اشتباه کنیم، ها نمیگم حتما درسته، ولی یه چیزی رو میبینیم میگیم اگر این اتفاق بیفته شاید این آدم در آینده یه نیروی خوبی برای تئاتر کردن باشه. اگر این کار انجام بشه شاید که ببین آمدی، من خدمتتون عرض بکنم، ما بالاخره هر یک هفته دو هفته بالاخره یه سفری تهران میریم واسط کارم یا هر چیزی. وقتی میرم تئاترم میبینم، همیشه میدیدم، الان هم میبینم. خدمت شما عرض کردم قبل از این که بیام، گاهن من بله یکی دو تا کار میبینم خیلی خوبن، بعضی وقتا دوستا کار میبینن کارایی هم که ما بردیم اجرا خیلی ضعیف‌ترن، تو همون پایتختمون اینو قبول دارم، تو سالنا خوبم میرن اجرا. اونا ببین اصلا کار به ایراد که نداریم، حتما ایراد دارن، حتما ضعف دارن، ولی این که شما میفرمایید انتخاب، حالا من میتونستم استراتژیم این باشه از میون این 17 تا کار
3 تا انتخاب کنم، 3 تا کار که یک مقداری قوی ترن. فکر میکنی به همونا نقد نمیشد؟ دوستی برمیگشت میگه کارگردانان عزیز که من خیلی دوستش دارم، گفت من مثلا فلان کار تیفون ما که رفع اجرا، میگفت که من تقریبا دیگه حالا صمیمی هم هستیم، 2 تا فوش هم به ما میداد. بابت آجدها کم او بنده خدا میگه کار خوبه، یعنی سلیقه است. الان هم خیلی از فلاسفه و روانشناسا و جامعه شناسا میگن امروز عصر ما عصر سلیقه است. شما توی حتی لباس خریدن هم الان چه دامنه‌ای را انتخاب داری؟ بله. همین امروز چند هزاران استایل هزاران یکی عاشقشه یکی متنفر، این اتفاق میفته. اما ما امروز اتفاقات خوبی که میفته، من از آینده بگم، من الان بسیار امیدوارم با همه ضعف‌هایی که داشتیم. من میپذیرم اصلا جای چیز نیست، ما میدونستیم ضعف داریم، میدونستیم اشتباه حتما خواهیم کرد، اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. ما اصلا مسئله‌مون اینه که اشکال نداره ولی گفته بشه، باید صحبت بشه. بله این گفتگو رو دوست دارم. من فرض این طبیعیه که من به شما میگم قطعا شما عالم درک نیستین که همه چیزو بدونین، با همه اون پیش بینیایی که داشتین قطعا بهترین مسیر رو انتخاب کردین، ولی شما چجوری میتونین بفهمین مثلا حمایت نکردن از کار خود من کار درستی بود یا کار غلطی بود؟ قطعا با انجام دادنش اینو متوجه میشین، با فرصت اشتباه کردن. ولی تا وقتی که ما و جامعه با شما گفتگو نکنن، با افرادی مثل شما، با افرادی مثل من گفتگو نکنن، ما این فرصت آگاهی رو پیدا نمی‌کنیم. خیلی آره. ببینن شما همینجا الان مثال زدین کار خودتونو، من کار شما رو اومدم دیدم، خب تمریناتونم میومد، دوست جلسه تمرینم دیده بودم، متنم خونده بودم، کارتونم میدیدم. من اینو به شما بگم حتی قبول نکردن کار ما به کار شما کمک کرد. بله. یعنی کار شما رفت توی کیفیت بهتری. قبول دارم. من اینو خودم فهمیدم. از سالن اومدم بیرون گفتم این مهدی اگر این کار نشون میداد ما قبول میکردیم که خب این. ولی یه چیزی بهتون بگم، فرمودین که دوستان هوا ورشون نداره، نمیدونم سوء استفاده نخوام بکنم، بعضا این هست ما هم گاهن دلمون میشکنه، مثلا میبینیم بعضی دوستان نگاه متفاوتی داره. اگه بزرگی پرسیدم تو همین شهر کرمان که این آسیب هست که ما بیایم نگن که تئاتر قبلا همیشه میگفتن یه کار دلیه فلانه، گفتم نیای ما مثلا یه 4 قرون پول به قول ما بیاد توی سیستم اینو از بین ببره. یه حرف خیلی خوبی به من زد، گفت ببین الک تئاتر الک پرزوریه، نگه نمیداری آدما رو. منم اگر ریز باشم از این سوراخ رد میشم میافتم، نمیمونم توی الک. بنابراین گفت شما نگران این باشین. منم امروز به یه اعتقاد دارم، من الان نگران این که آقای ایکس چه نگاهی داره به من، چه داره اشتباه تصور میکنه، با چه هدفی اومده نیستم، اصلا نگرانش نیستم. با توجه حواسم باشه، خودم حواسم به کار است، آنجا هم که نباشه نگران نیستم. آدم هایی که با تفکر درست نیان تو تئاتر نمیمونن. بله. بنابراین شما نگران این نباشین. شما من یا حداقل نگران اینم که آدم هایی که میان فرصت بروز داشته باشن، فرصت ابراز داشته باشن، به گفته آقای مهرائین اگر اینا اون فرصت ابراز خودشون پیدا کنن، اگر وجودش داشته باشن، اکستند میشن، کمک میکنن به من. بله. اونها به من کمک میکنن. امروز شاید من دارم به 17 تا کارگردان کمک میکنم مثلا کارشون برسه به اجرا، به 15 تا، به 14 تا، نمیدونم سال دیگه بشه به 20 تا 25 تا. ولی فردایی هست که یکی از اینها به من کمک میکنه که من برسم به اون نقطه‌ای که میخوام. شما پیشنهادتون برای اینکه این روند ادامه پیدا کنه چیه؟ ببینید دربار مسئولین حرف زدی، یه خورده هم خب دلت پر بود، کل هم را و کل هم مسئول. این خیلی جمله قشنگیه، هممون مسئولیم. این مسئولین هم که ببخشین از خارج برای ما نمیارن که، نه همشون خودمونیم. امروز شمایی، فردا دیگریه، پس فردا کسی. باید دوستان شما، همکاران شما، رفیقان، حالا بحثی برای شخص من ندارم مهدی، الان اصلا بحثم شد اصلا خورد. شما حق دارین. یه روزی یکی همین دوستانی که بعداً خیلی ما رو اذیت کرد، تقریبا با بغض گریه میکرد. ببین میخوام بگم با گریه، من اصلا باورم نمیشه، من خودم نمیدونستم، توی حالتی تو کارم بودم، خیلی سرگرم، ایشون زنگ زد، گریه و خوشحالی.
با ذوق که آقا چون یه فضایی بود که کسی نمیخواست کار کنه. شما خودتون یادتونه دوستان علاقه نداشتن تو کرمان کار کنن یا اصلا کار کنن حتی. بله. ما جلسات زیادی داشتیم گفت اینا دیده نمیشه و نمیخوایم هم دیده بشه. بالاخره ما کارمون دیده بشه بهتره تا اینکه این چیز. تشکر کرد از من که آقا شما باعث شدی خود آقای مهدی ملکی بعد از 2 سال بیاد رو صحنه یه استوری گذاشت بدید شما که پادشاه شد خونه من، خونه دوم من. همینا مسئولا ما چه بدی داره چقدر نگاه خوبی میدونی چه انگیزه‌ای به من داد. من مسئله‌ام سر خب ما باید یک جای آقا مهدی تفکرمون و نگاهمون رو به این سیستم عوض کنیم، یعنی خودمون رو مسئول بدونیم و اینکه جریان جدید بیاد، تفکر جدید بیاد، انگیزه‌های جدید بیاد، این خوبه. من خیلی امیدوارم الان ببین نوبت من کار خودم کردم. من قدم اول برداشتیم، مرحله اول رد شده، مخاطب الان میخواد انگیزم الان هست به نیرو. من هر کاری که میره اجرا بالای دروغ نگم 3 تا 5 نفر تماس میگیرن، یا تو سالن میبینن ما رو تو بیرون سالن، یا دایرکت میدن یا پیام میدن به هر طریقی بچه‌شو میخواد بره تئاتر یاد بگیره. خب این خیلی خوب. الان وظیفه آموزشگاه سنگین. یعنی این من قبلا هم گفتم به دوستان دیگه هم گفتم. من جالب اینا همه رو ما پیش بینی میکردیم. یعنی شما که میگید حالا چون من یه نقطه دیگه ای نگاه میکنم این قضیه. ببین من تو دل ماجرا نبودم مثل شماها ساکن ایچی بودی، من مهمونم، من میام از کنارش، من میبینم خونه رو میرم. الان فرصت آموزشگاهی خیلی مهمه. یعنی ما 2 سال دیگه 3 سال دیگه خروجی آموزشگاهمون چه نیروی انسانی بود؟ مگه نمیگن اساتید ما که ما تو بازیگری ضعیفیم، عقبیم؟ ببین جامعه یه بخشش آموزشگاهان باید این کار بکنن. دقیقاً همینه. میخوام این پیش بینیه باید چقدر پیش رفته. من چه کاری میتونستم من کاری میتونستم بکنم تئاترایی که جایزه گرفته بودن، جایزه فجر معیارمون بود دیگه. 2 تا 3 تا کاری که میدونستیم خوبن با طیفا مختلفی هم بودن اونا. کار تهران هم نبودن، یکیش تهران بود، یکیش خوزستان بود، یکیش شیراز. بچه‌هایی که توی کارواش تمرین کرده بودن، توی حیات تمرین کرده بودن با شیراز، کارهای خوبی هم ساختن. 2 تا کار آوردیم، کارگردانامون ببینن، بازیگرامون ببینن، اینا ایجاد انگیزه میکنه. بله خیلی فرصت ایجاد میکنه. حالا از این انگیزه باید این چون من که چیکار کنم الان برم بازیگر از تهران بیارم اینجا کار ببندم؟ وای خیلی اشتباهه. خب باید سیستم اگر میخوان کیفیت بالا بره یه بخشش اینه. یعنی ما این فرصت رو دادیم، آقا تئاتری هست میشه هنوز و چقدر هم استقبال میشه. یعنی ببینه خیلی استقبال خوبه ها. من اینو میبینم الان آموزشگاه ما رونق گرفتم، من اینا میبینم، میبینیم خیلی هم زحمت میکشن، دستشون هم در نکنه. اساتید بزرگواری هم هستن، همه انرژی ها هست، اونا هم یه بازنگری بکنن. یعنی یه بخشی از این انتقادی که به من هست من میتونم راحت بدمش سمت آموزشگاه، بگم شما چه بازیگری دادید بیرون که این کارگردان ما بتونه استفاده کنه. من یه نکته بگم همیشه اولین نفرها که وارد یه عملی میشن به نظر من قربانی هن. چون تمام آزمون خطاها رو مجبورن تا یه حدودی خودشون انجام بدن. فردا من میام شما میگم خب اوکی من دیگه تمام اون کبودی‌های شما رو دیدم، حواسم هست اون اتفاقا برای من نیفته، احتمالاً من موفق‌تر شاید باشم. طبیعیه دیگه، نسل میگذره. به نظرم مطالبه بین خودمون اول بین خودمون در گام اول اینی که آقا ما بتونیم با هم صحبت کنیم، احترام بذاریم و بگیم آقا ما منافع مشترک داریم، ما سر منافع مشترکمون باید با هم گفتگو کنیم. حداقل اگه کمکی نمی‌کنین، حداقل دیگه دم از ادعای حداقل حمایت یا برچسب حامی بودن یا وظیفتون بودن که ما ارباب رجوعیم و شما در واقع کسی هستی که باید کار منو انجام بدین و به خودشون نزنن. خب قطعا این محرزه. ارشاد الان تنها کاری که میکنه بحث مجوز هاست. شاید مثلا بتون بگیم یک پشتیبانی معنوی از مجوزهایی که میده. به شخص کمک نکن. خب اصلا مسئله من همین، به سیستم کمک کن. دقیقاً. ولی وقتی که سیستم شکل بگیره، با اون سیستم بگیم آقا این یه سیستم جامعیه که قراره به همه کمک کنه، این بر اساس منافع مشترک نوشته شده.
اصلا اون سیستم از دل خود اون گفتگو بله. درونی ایجاد میشه. مجوزهایی که صادر شده به ندرت خللی توشون ایجاد شده، یعنی سختگیرانه نبوده. نه اصلا بحثم این نیست که سختگیرانه بوده یا نبوده. مجوزی که به من داده شده این نشده ای وسطش بیان بگن مجوز باطله. این اتفاق زیاد میفته. من حتی تو کرمان هم چند سال پیش یک مورد بوده میدونم، بله، یک درباره اون دارم میگم درصدش. همین بحثم اینه که روی هم رفته وقتی نگاه میکنیم بله. میبینیم این یه ویژگی مثبتیه که میشه به نظرم باید دیدش. ولی اون سمت فرمان شما هم درسته، یعنی اداره ارشاد عملا تنها پشتیبانی که میکنه همینه که یه مجوزی میده و خوشبختانه تا الان از مجوزی که داده خودش صیانت کرده. قبل از اینکه بپردازیم به این که اصلا این مجوزه رو باید بگیریم یا نه، که اون یه بحث دیگه ایه. شبیه بحث ابزورد و عوض‌نماییه. ای که در تفکر عامه اینی که اگه کسی ابزورد کار میکنه داره دعوت میکنه به جهان پوچ، در صورتی که ترجمه عبث‌نماییه و بیس کار اعتراض به شرایط اجتماعی اون موقعیته. مشخصه مهم یه مدیر چیه که میذارنش مسئول مثلا یه سالن؟ به عنوان مثال من یه مدیر رو تشبیه میکنم به پدر یک خانواده، درسته؟ پدر یک خانواده 2 تا 3 تا بچه داره، بالاخره یه خانواده تشکیل داده. این خانواده باید یه سری هزینه ها داره دیگه ها. فرض رو بذاریم این مثال، من مدیرم، میگم که خب اوکی، پول که آسمون نمیاد دوست عزیز، خودت باید بری کار کنی، باید بری سرمایه جذب کنی با یه سری عملکردهایی که داری و این پول بیاد تا تو بتونی مخارج خانوادت رو بدی، تا هزینه‌های ابتدایی خانواده رو بدی. ولی مدیرای ما انگار اصلا اینو نمیدونن. مثلا تئاتر شهر ما واقعا من نمیفهمم این چه وضعشه. طرف میاد میگه که خب من پول که نداریم، ارشادم که ما پول نمیده، خودم هم که بلد نیستم از یه جای پول در بیارم، تق چراغای مجموعه رو خاموش کنم هزینه‌ام کم بشه. از یه دانشجویی که اصلا طرف نمیدونه، این مدیری که ما دارم میگم اصلا نمیدونه ما دانشگاه تئاتر داریم، رشته تئاتر داریم توی کرمون، میاد میگه من میخوام اینجا تمرین کنم، حقشه، اون فضا مال تئاتریاست، مال فضا مال بچهای هنره، حالا انجمنهای دیگه هم هستن، پول میگیره از این آدما، در صورتی که اصلا این همچین سیستمی وجود نداشت قبلا و قراری هم نیست باشه. مگه میتونه یه پدر بگه من چون نمیتونم، چون بلد نیستم، چون این کار نیستم سرمایه جذب کنم، اوکی تو با لباس زیر برو تو خیابون، لباس نپوش، غذا نخور، نداریم؟ یعنی چی؟ این چالش رو میدونم شما هم داشتین و این چیزی بود که خودم باید حتما اشاره میکردم که پاسخگو باشن آدم هایی که وارد این جریان میشن، برنامه‌شون رو باید به ما بگن. افرادی که مسئولن، افرادی که نقش مهم دارن، با یه نه میتونن دل یه جامعه رو سرد کنن، با یه آره، با یه نمیدونم من خودم درستش میکنم یک جامعه رو به جریان بندازن. مگه خم رنگرزیه؟ اوکی من میگم حتما این سیستمی وجود داره، برنامه‌تون رو اعلام کنین. همین الان من دارم میگم برنامه‌تون رو به جامعه تئاتری، به جامعه، به مردم، به اون مخاطبای فهیم باید اعلام کنین و بگین که چیکار میخواین بکنین. بله، سابقه هایی داره، داستان هایی داره که خوردهش هم برمیگرده به خود جامعه تئاتری. وقتی شما مثلا چند سال منفعل میشینید، بله قبول دارم، هیچ اقدامی نمی کنید، یعنی یه بخشایی میگم برای حرف زدن خیلی آمادن، حرف میزنن، گفتگو میکنن، وقت حرف زدن پای عمل که میشه اون جمعیت 100 نفره‌ای که گفتگو خوب میکنن یهو میبینی 2 نفر موند، 3 نفر موند. بالاخره یه معذوریت قانونی هست، من نمیگم درستم ولی هست، قانون این شکلی باشه، واگذار بشه، نمیدونم چی که من اصلا ورودم نکردم، نمیدونم. اما ما یه زمانه فرصت بود، چی بخشیش ممکن دست رفته باشه، ممکن الانم فرصت باشه. من سعی میکنم خودم از این ماجرا کنار بگیرم، چون واقعا هدفم چیز دیگری است. اقتصاد شما رو به چالش ببینید من بیشتر از هر کسی من اذیت کردم، چه قبلا که آقای بزرافشان بود، چه الان که آقای مودی هستن که این مدت
تشریف بردن با یه هدفی مودن این که حال شما میگید. من خب آقای بزرفشان ترس داشت. من نمیدونم چی میترسید که آقا مثلا ما بخوایم کار کنیم، این که ما با هم بخوایم کار کنیم براشو یه ترسی ایجاد کرد. روی برداشت من شاید هم ایشون این چیز نداشته باشه و گاهنم به من تذکر میداد که آقا چرا تو با همه کار میکنی، با این کار نکن، با اون کار کن، با این نه. یا بعضی میداد یه محافظه‌کاری بود، فکر میکردن که حال من مثلا چی کاری میکنم. گاهی هم گفتن ایرانش پولشویی میکنه که من این حالا خنده دارم هست تو این اقتصاد محدود تئاتر که گاهن عدداش خنده دارن. الان شما یه پرایدی بخری قولون کنی بفروشی لاغر روش 100 تومن میتونی پولشویی کنی. حالا تئاتر ما کلا بزرگترینشون 300 میلیون هزینه داشته. پس به تفکرها اینجوریه، نگاه اینجوری باعث میشه که یک اتفاقاتی بیفته، فشارهایی به مدیر کل بیاد که حالا به بخشش بالاخره چی هست، یه جلسه‌ای برگزار میشه که اتفاقات ناخوشایندی تو اون جلسه میفته که باز برای همه تئاتر هزینه داره. که من میگم بازم من سعی میکنم وارد این داستاناش نشم. به هر حال یک روزی این تلاش چرا ببین بیشترین ضربه‌اش ما میخوریم. من موقع یک روز مونده به اجرای تاکاتسوبو دوستان من صدا میزنم میگن اجاره این سالن 6 تومنه، 10 تا بلیت مهمانم برای انجمن میخوایم. من همونجا گفتم خب من این ببین همچی چه چالشی منی که دکور چیدیم داشتیم دکور کنم، چون میدونیم من حالا تو دیدی دیگه من همراه گروه میام اینجوری نیست بشینیم بالا میام کمکتون میدم دکورم میزنم دوست دارم. یعنی من عملا عضو گروه هم توی تئاتر این شکلی نیست که واسم. خب بعد ما میایم من میگم اصلا نمیخوام اجرا کنم، یعنی تا لحظه فرداش قرار بود اجرا بشه. اینا چالش نیست، اینا استرس نیست، اینا داستان نیست. تهش میام با یه عددی میبندم، حالا این کار مهم نیست. من هدفم اینه که اگه پولم میدم میگم شبی 4 تومن در نهایت من بابت سالن میدم یا 3 تومن میدم 4 تومن هر چی زیاده. این عدد بیاد مثلا بشه یه چراغی برای یه نوری بشه برای سالن. شما اعتراض نمیکنید ایران؟ ببینه اعتراض کردن چرا من میخوام بگم الان ما چون میخوایم آدم مخاطب اعتراض آدم به یه کسی میکنه که شنونده باشه، یه کسی میکنه که یه کاری انجام بده براش مهم باشه. وقتی شما میبینی اهمیت نداره و منم تو این جامعه تازه واردم، منم باید 3 سال 4 سال 5 سال بگذره دوستان دیگه بشناسن منو یا بتونن اعتماد کنن یا نتونن بالاخره تصمیم بگیرن. حالا این میخواستم بگم من بس خارج نشه من اون مسیر برم. بعد یه اتفاقاتی میفته. ببین مثلا بعد میاد کار آنه ها میشه بی عرب نژاد میخوایم کار کنیم. روز اجرا به من یه شب قبل اجرا من زنگ میزنم میگم آقای مدیر کل دست شما دلخوره، شما مصاحبه کردی، ایشون ناراحته بابت سالن فرهنگ و هنر، ایشون ناراحته گفتن شما اجرا نری. من زنگ میزنم آقای روحی میبین همچین چیزی تو بنده خدا میگه اصلا من روح من خبردار نیست، هم چیزی نیست. این دیگه از این چالشات دیگه بیشتر میتون روحی روانی باشه. حالا یه گروهی شما دیگه این کاره میدونه، یه گروهی که کارگردان یه کاری رو 1 سال تمرین کرده با همه شرایط سخت و داستانا هزینه ها بیچارگی ها رسیده به اجرا، چه استرسی داره کارگردان. یعنی من اصلا برام عجیب غریب کارگردان تو روزا اجرا چقدر اینا استرس دارن چی دارن. ما سعی می‌کنیم که فشار از اینا دور کنیم، خب این فشار اینجوری میاد. یعنی اتفاقا بیشترین ضرباتش هم ما میخوریم. حالا ما یه خورده پوستمون کلوف هست به واسطه کارهایی که قبلا داشت. میخوام بگم یه همچی اتفاقاتی میفته که امروز مثلا حاج آقا مودی میاد اونجا قراره چی ایشون هم حالا یا آشنا نیست با فضا، من به ایشون توصیه کردم یه جلسه خصوصی داشتیم خدمتشون گفتم حتما یه جلسه بذارید با بچه‌ها تا صحبت کنید. چقدر کار سختیه واقعا این. یعنی من به ایشون گفتم حتما این کار احتمالاً میکنم بالاخره با بشینن نظارات شما بشن، چون این فضایی اگر هست سیستمی اگر هست متعلق به بچه‌ها تئاتر و نظارات اونا ایشون میتونه مستقیم وارد نشن، ولی باید دوستان تئاتری باید و مخصوصا مخاطبین تئاتر ما که احتمالاً سالهای آینده اتفاق میفته اونها باید بیان بخوان که آقا ما میخوایم صحبت کنیم. البته ما خودمون یه تایمی یه کانون گفتگویی راه انداختیم که رفت رو هوا، ولی اصلا من با همون صحبت شما یعنی اعتراضی هم اگه باشه نقدی باشه به نفع ادامه جریان شنونده وجود نداره. چرا؟ چون منم اگه مسئول باشم ناگهان اون صندلی منو دوچار یک مسئولی که اون نقطه میذاری انگیزه باید داشته باشه. اولین چیزش انگیزه است. من اگر انگیزه داشته باشم تو اون نقطه پیشرفت کنم خودم سیستمم هم پیشرفت دیگه میدونه الان هست فردا بدونم من علسویه اینجا هستم صبح میام میشینم گفتگوی میکنم میرم خود چرا من دیگه ریسک کنم
کار چالشی بکنم. ببین چون بالاخره شما وقتی بخوای کار کنی میزننت، میگن نقد میاد. چرا من خودم در معرض نقد دارم؟ من همون سیستم آروم خودم میبرم جلو. یه نکته خیلی مهمی هم هست، ببینه مجمع تئاتر، این مجمع عمومیش که برگزار میشه چند نفر رأی میدن؟ 50 نفر، 60 نفر. فکر نکنم بیشتر. ما یه جامعه 50 نفره به طور رسمی. این باید ببینید یه چیزای قوانینی وجود داره. ببینید آره اصلا خود او قانونا از جا باعث بیقانونی و باعث هرج و مرج. من اسمش قانون نمیذارم، اسمش میذارم هرج و مرج. یه هرج و مرجی که باید با این کار و معلومه دیگه. من امروز میخوام وارد شم، اگه بخوام بر اساس قانون، یعنی منطق اصلا قانونم نه، بخوام ورود پیدا کنم به این صحبت ها، میگه آقا این اینجوری نیست، بزرگترین شرکت هایی که تو دنیا الان دارن کار میکنن یه چیز مشترکی دارن. همه اینها یک روز یه ایده‌ای بودن، اومدن با یه اساسنامه شکل گرفتن. خب اون اساسنامه مهمه. بله باید وجود داشته باشه. پس با درستم بیس باید درست باشه. بعد اون شما در چارچوب اون اساسنامه است که میتونی فعالیت کنی. خب اینا باید اصلاح. اینا آدمایی هستن کارشناسن، هم حقوق میدونن، بازرگانی میدونن، اقتصاد میدونن، قانون تجارت میدونن. کیا؟ بالاخره هستن. از اینا باید استفاده بشه. آدم هستن ولی جایگاه استفاده بشه. این قانون دوستی که یه جامعه وقتی میخواد مجمعش تشکیل بشه، تئاتری که 1200 نفر توش فعالن، حداقل 400 نفر 500 نفر شرایط رأی دادن داشته باشن، بتونن رأی بدن. بعد انتخابات شکل میگیره و وقت صدا شما هم شنیده میشه. دقیقاً. ما طرح دعوا نمیخوایم بکنیم، ما فقط طرح پرسش میکنیم. ما انگیزه‌ای رو ایجاد میکنیم که در چارچوب اصولی گفتگو با هم دیگه صحبت کنیم. من خودم شخصا اولین نفری هم اعلام میکنم که میگم آقا مسئولینی که وجود دارن یا جامعه تئاتری بیان با هم دیگه بریم واقعا خیلی درست و اصولی با هم صحبت کنیم، ببینیم آقا برنامه چیه. چرا؟ چون افرادی مثل شما حضورشون خیلی مهمه. اگه پارسال بود من میگفتم آقا اگه یه آدمی باشه مثل حسین رامنش وجود داشته باشه میشه. الان شما چالشاش هم تجربه کردی، صحبتاتون صحبتای مهمیه، باید شنیده بشه. باید بر اساس تجربیاتی که دارین شما و ماها یک طرح قوانینی اتفاق بیفته برای مخصوصا تئاتر و سالن‌های دیگه. چرا؟ چون اصلا می‌بینی معیار سالن‌ها یا معیار هزینه‌ها اصلا با اون خود پایتختش هم عجیب غریب متفاوته. اینجا یه سالن، اینو مطرح می‌کنم دیگه میریم، اینجا یه سالن میاد مثلا میری اجرایی می‌کنی، طرف میگه 70% سالن 30% تویی که مثلا با بدبختی ها رسیدی. خب این شوخی داریم مگه با هم؟ چرا اینجوریه؟ چون پرت و پلاس همه چی، هر کی دلش بخواد هر قانونی میذاره. باید تهیه کننده ها به رسمیت شناخته بشن. یعنی ما هنوز در فضای تئاتر تهران هم تهیه کننده ها به رسمیت شناخته نمیشن. یعنی شما در جشنواره‌ها اگه شرکت کنید صاحب اثر رو کامل کارگردان میدونن. انجمن هم اینجوره. وقتی به تهیه کننده ها وجاهت بدیم، رسمیت بدیم، قطعاً پاشون به عرصه تولید. چجوری تهیه کننده ها به عرصه سینما پاشون کشیده شده؟ آیا فکر میکنید همش برگشت هزینه است، همش درآمد؟ ما خیلی از فیلمایی رو میبینیم تهیه کننده میاد پاش و میدونید، اصلا شما فیلم رو میبینید این فیلم زیانده، ولی میبینیم فلان ارگان، فلان سازمان، فلان بنگاه اقتصادی پشت این فیلم با یک تهیه کننده ای که اون اهداف تبلیغاتی یا خاص خودش رو داره اصلا واردش نمیشه. توی تئاتر هم این اتفاق میتونه بیفته، به شرطی که ما بیام به جایگاهی به عنوان تهیه کننده وجاهت بدیم، رسمیت سفت و سخت بدیم. من و هنرمند هوش هیجانی بالاتری دارم و یه سری چیزها رو خیلی حساس دارم بهش. در واقع من یه مثالی توی گروه ها میزنم، این که شاخکامون حساس تره. بله. یه جاهایی شاید با این دیده که دارم روی یه سری از مسائل کار میکنم و نشونش میدم، با دید دغدغه‌مندانه اعتراضیه که آقا چرا ما باید این شکلی بود؟ جامعه‌مون رفته به این سمت ها، نمیخوایم فکری بکنیم. قبل از این برخورد ما برخورد کمی با هم داشتیم. بله.
و من تصورم این بود که مهدی ملکی از من خوشش نمیاد. جدی؟ همینه ها، یعنی این تجربه‌ای که الان ما یک ساعتی نشستیم به گفتگو و داریم حرف میزنیم، این شکلی که میشه بهش فکر کرد. آره. اینا یه سری کتابی که ما از نشر مانوش آیه حامد انوشه لطف کرده تأمینشون کردن این کتابا رو. ما یه برنامه‌ای داریم، میخوایم پایان نمیدونم چند تا فصل از برنامه‌مون یه آرشیو کتابی جمع کنیم از مهمان هامون و با این هدف که شما این کتاب رو در واقع خریداری میکنید. همین الان به انتخاب خودتون دستگاه پوزم داریم و البته خاموش با روشنش کنم و خدمتتون عرض کنم که بعد از اینکه فصل ها تموم شدن، ما توی یه قسمت اون کتاب ها رو میبریم و پیش افرادی که دوست دارن کتاب بخونن، حالا به هر دلیلی دستشون به کتاب خریدن نمیرسه، اونا رو تقدیم اون دوستان میکنیم و ازتون میخوایم که ابتدای اون کتاب رو یه چیزی بنویسین، امضایی بکنین تا ما بعدش اون دوست عزیزمون بدون این کتاب از کی هدیه گرفته. خدمت شما، هر کدوم دوست دارین انتخاب کنین. میتونم انتخاب اصلا این تیکه مال شماست. تا آقای ایرامنش این کتابشون انتخاب میکنن، یه نکته رو بگم دوستان. ما زمانی که میخواستیم برنامه تماس رو طراحی کنیم یه هدف داشتیم، اونم این که فضای گفتگو رو برای مخاطبامون ایجاد کنیم، چون اشکال نداره دعوا کنیم، یه وقتایی اشکال نداره که بخوایم حقمون رو، چون امکان داره اشتباه کنیم. همه آدما در معرض اشتباهن و این اشتباه فقط و فقط در فضای گفتگو مشخص میشه و این نتیجهش آگاهیه. آقای رامنش فکر کنم انتخابتون بله سنجاقک بود، فقط سنجاقک. مجید جمشیدی. به به، مرسی. شما نمیدونم موضوعش چیه، حالا اشکال نداره. کلاسیک. بله، باز بعد ابتداش برام یه یادداشت بنویسیم برای اون دوستی که احتمالاً آنباکسینگش این خدمت شما. مرسی. من چشم. این خط تماس در امتداد گفتگویی صمیمانه و صادقانه شکل میگیره. هفته آینده منتظر تماس ما باشید تا باز هم از تئاتر بگیم و بشنویم. حمایت از تئاتر، چرا و چگونه. این تماس ماندگاره. خدا نگهدار.